در تلویزیون و در چیزا میبینیم در همه جا غیر مسلمان میگن که خنده عمر آدم دراز میکنن، خنده کسل آدم نیست میکنن، خنده را بسیار صفت میکنن، تعریف میکنن. پیشی که خدا قنات میداد دور برم دیگه اون پرنده نمیمون. این قرش در زمین میخوری، قرش هوا در میگرفت میخوری. این خر با پای عقیبش میزنه، دوی شطره میزنه، دینگوز میزنه، با پای عقیبش کتی میزنه، لغب میزنه، برکنی نمونه. اگر به شرط همی شوخوی گو خداوند در خر میداد، هم در بسر میداد، هم با پا. دیگه او را کار فرمودش نمیشه. باید واس کردن جای جمع شوند و خیلی جمع تغییر نمید. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من یهده الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له. والصلاة والسلام علی رسوله محمد و علی آله و اصحابه و ازواجه و ذریاته و اهل بیته و سلام. اولا خاندان برادر عزیز ما که شهیدان خداوند دعا میکنیم که فیض و برکات گرداند و برادر شادامات خوشی جان خداوند همراهی تازه عروسش عمری درازی با برکاتی با توفیق بخت سعادت، فرزندهای صالح صالحه، علم عالمه، فرزندهای حافظای قرآن، خادمای شریعت الله ذوالجلال نصیب روزیشون گرداند. و بعدا البته که هر سکل حال حضرت داملا برآمد کردن انشاءالله که همه سخنهای بهترینی که باید همه گفتن، اما یک باز خوری شده برای گردیدن اگر نه خیلی سخنهای خوبی گفتن که انشاءالله که از نعمتهای پروردگار شکرگزاری کردن و الله ذوالجلال شناختن. البته که همین ولی حدیث قدسی داریم که الله ذوالجلال بیان میکنه که من وجدتنی وجدت کل شیء و من فقدتنی فقدت کل شیء. هر کسی که خداوند میگه مرا یافت همه چیز یافت، هر کسی که مرا نیافت پس هیچی نداره. کسی که خدا را داره همه چیز داره، کسی که خدا نداره هیچی نداره. و فقیر و مسکین هم همون کسی را گفته میشود که خدا را نشناخته است، خالق خودش نشناخته است، مالک خودش نشناخته است. البته که خدا را شناختن و خدا را نشناختن همینم، شناختن خدا هم یک سعادتی بزرگ است، اما نشناختن خدا گاه ها به همین چشم سرمون میبینیم. مدامایی که خیلی پروفیسور است از خیلی همه چیز حجیره و تمام ویروس و میکروب گام میزنه، چیزایی که به چشم دیده نمیشود. آدمایی هستن که از جرمای آسمانی گام میزنه، از ستاره و از ماه و کهکشان و از سیاره ها و ستاره ها و از کمیته ها و گام میزند و اما خالق خودش نمیشناسد. یعنی پروفیسور شده است تا حال نمیدونه که او را کی خلق کرده است. پروفیسور شده است تا حال نمیدونه که این کائنات و خودش یک صاحبی دارد. اما صاحب کائنات است که شب روز میکنه و روز شب میکنه و فصلهای سال تغییر میده. همین صاحب کائنات است، خالق است که انسانیت از یک قطره آب حرام از پشت پدر در رحم مادر پیدا میکنه. خالق اینها فقط الله است. لیکن از همه چیز گرد میداند چندین کتاب نویسنده است ولی خالق خودش نشناخته است. مالک نشناخته است که مالک یوم الدین، مالک فقط الله ذوالجلال است. پادشاه همه پادشاهان است. پادشاهی هست که وزیر ندارد، پادشاهی هست که حاجت به مشاور ندارد، پادشاهی بی وزیر و بی مشورتچی، پادشاهی که پادشاهی او همیشه از دائمی است، ابدی است. همون را چی نشناخته است. با وجودی همه قدر سال خوانده است و دیپلم بسیار گرفته است و کتاب نوشته است و خالقش نشناخته است. البته که برای خیلی آدم ها نه تنها اگر پیشی که خدا قنات میداد دور برم دیگه اون پرنده نمیمون. این قرش در زمین میخوری، قرش هوا در میگرفت میخورد. دون نیسته خدا همین پیشی که قناتش نداد خدا. این ده شاخی گاو اگر خر داشتی
هیچ کس را پیش خود نگذاشتی. این خر با پای عقیبش میزنه، دوی شطه میزنه، این گوز میزنه، با پای عقیبش قطع میزنه، لغب میزنه، برکنی نمونه. اگر به شرط همین شوخوی گو و خداوند در خر میداد، هم در بسر میداد، هم به پا، دیگه او را کار فرمودش نمیشید. حکمت پروردگار را میگی شوخوی گو و خر نداد، خرها را هم پیشی که نداد. حکمت پروردگار را بگیده همه و علم و حکمت بخوید. هر چیزی که خدا خلق کرده است دانسته و علم حکمت خلق کرده. انم را میگه که ورزه بیما قسم الله لک تکن اغنم، راضی باشی با اون چیزی که خدا به تو قسمت کرده یه در رزق روزی، تو بویترین مردم هستی. و سوم گفت و احسن الی جارک تکن مؤمنا، نیکویی که به سوی همسایت میباشی مؤمن، نیکویی که به سوی همسایت میباشی مؤمن. همون وقت مؤمن گفته می شود تا که به همسایت نیکویی کنی، همسایت نیکی داشته باشی. همسایه را که گفتن چند نمود، همسایه کافر، همسایه مسلمان خویش، همسایه مسلمان، همسایه گوناگون میشن و همون همسایت باید که نیکویی داشته باشی. همون وقت را مؤمن گفته می شود. همسایه کسر شید خبرگیریش برای، همسایه مور جنازهش برای بخونید، همسایه توی خرسندی کرد در خرسندیش برای باید تبریک مبارک بودش کنی. اینه که حقای همسایه همین است که همسایگی را رعایت داشته باشی. وقتی که به همسایه ها نیکویی داشته باشی تو مؤمن است. در دوام میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که واحب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما. کدام وقت مسلمان میشه؟ دوست دار برای مردم اون چیزی که دوست می‌داری برای خودت. بعد چی هست که پیامبر گفت مسلمان هستی. دوست دار برای مردم اون چیزی که برای خودت دوست می‌داری تکن مسلمان، تو مسلمان هست. انا همیشه در حضور مردم ما خدا میدونه که کم بودم هسته. همه وقت نفع خودش حساب میکنه مسلمانی بوده. اگه همانی یک قسمت یک بعضی در قسم زیاد این روزه هم میگرده گوشه را که میبینیم همه وقت از پای همه که خودم فایده کنم، خودم فایده را ببینم و برادر مسلمانش نی. اگر برادر مسلمانش در بلا میزنه، در آفت میزنه، در بیماری میزنه، در مشکلات میزنه، پروا نداره. پس چی هست که پیامبر خدا گفت همون وقت مسلمان میشه که برای برادر مسلمان رو دوست بداری، چیزی که به خود دوست بداری. خودت در راحت دوست میداری، دوست بدار که مسلمان هم در راحت باشه. خودت کاری سبوک دوست میداری، دوست بدار که مسلمان در کاری سبوک باشه. خودت همین فایده را دوست میداری، دوست بدار که برادر مسلمان هم فایده را ببینه. انا همون وقت بعد چی هست؟ مسلمانی کامل میشه. و احب للناس ما تحب لنفسک تکون مسلما. دوست دار برای مردم اون چیزی که برای خودت دوست میداری، بعد چی هستی؟ مسلمان هستی. انا همین محبت اینو کنده شیدگیه. محبت نیست، مهر نیست، در مدد یک دیگر. من همین سببش چیه؟ سببش دوست داشتنی دنیا. همین دنیا را که دوست داشتی، خونت را بهترین همه را خواستی بکنی، سوارات همه را بهترین خواستی بکنی، شرایط همه بهترین را خواستی بکنی، تو چند دینه وسوسه شیطان حرص جا میشه و دوست نمیداری که دیگه ای داشته باشه و داشته باشه و داشته باشه. انا چی هست که پیامبر میگه وقت مسلمان میشه که دوست دار برای خودت چیزی برای مسلمان ها دوست میداری. همین چیز در موضوع خیلی یک کمبودی بزرگ است که یک مسلمان در هزار افراد باشه اگر مسلمان دیگر پروا ای توبه. صحابه پیامبر وقتی که به یاد میاریم انسان در مسلمانی صحابه وقتی که او را به یاد میاریم میخونه از مسلمانی خودت شرم میکنه که روی موری مسلمان است یا که صحابه را شهید کردگی زدگی کوچه و نجده قطعی شکمش دریدگی در بیابون در هفته و پرتودگی ترجمه کندیسه او با میگره ببرم بتوش یا ترجمه اوه میگن در همه حالت نمیگه ما او بخرم زنده مون، در همه حالت میگه او با او را بر میتکی و از من محتوش تره. پیشیوش میبره میگه پیشیو بر از من محتوش تره. در همین زمان ما کنام مسلمان تریه کاری خدای خشویت باشه و نیکی شو همیشه کاری باز مینه. مسلمانی تاریخ او را میخونه، در مسلمانی خودت شرم میکنی که من چه خیلی مسلمان هستم. پیغمبر میگه دوست دار برای برادر تو چیزی که برای خودت دوست میداری، بعد مسلمان میشه تکون مسلمان. و در تمام حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد گفت ولا تکثر من الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب. بسیار نخند، خنده بسیار پیغمبر میگه دیلنی میکنه.
ولی در تلویزیون ها و در چیزا میبینیم در همه جا غیر مسلمان میگن که خنده عمر آدم دراز میکنن، خنده کسل آدم نیست میکنن، خنده را بسیار صفت میکنن، تعریف میکنن. اما معلم و شریعت میگه که ولا تکسی من ضحکی، بسیار نخند میگه. فین کثرت ضحک حقو که پیغمبر میگه بسیاری خنده دیل میمیرونه، دیل سیاه میشه، دیل در غفلت میمونه. عادتاً آدمی که در غفلت هسته همین دیل زنگار زدگی سیاه، وقتی که در غفلت قه زدن میخنده. در تمام حیاتش پیغمبر خدا را خندش میگه همین قمی دیدین که دندانوش سفید میشه، این انتراک دندان سفید شینه، تبسم میکرد دندانوش سفید شه میدیدی میگه وقتش خوش میشین میگه قه زدن طهارت میشکنه، نماز تفسید میکنه. همین نماز اگر قه بخوانی هم نماز تفسید میشه هم طهارت میشکنه. حتی بعضی از بزرگا و شیخو میگن که در همین بیرین نماز هم قه خندیدی مستحبه که طهارت ایسری نکنی. همین قه خندیدن خوب نیست. دیگرو میگن که خوبه عمر دراز میشه صحت میشه، نه. دیگر هر کسی میگه نمیگه گپی در مو یه تینی زرده که قدر نداره. پیغمبر چی میگه؟ معلم بشریت چی میگه؟ سخنی پیغمبر سخنی خدا هست و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی. پیغمبر میگه خنده بسیار میگه دیل میمیرونه، دیل سیاه میکنه، دیل زنگ میزنه. وقتی که دیل سیاه شید و زنگ زد، وقتی که چکور کرد زنگار زد و سیاه شید غاف شید، دیگر پردگرو دیگر آدم شست دیگر قه زده میخنده. اگر نه صحابه پیغمبر میگه یک پیغمبر از قیامت گپ میزد، از قیامت گپ میزد، یا که از دوزخ گپ میزد، از دهشت قیامت گپ میزد. همین گپ زدن برابر در مسجد میگه یک که میگه هنی خنین، میگه یک همین مردم هک 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 اوج هک هک گریه صحابه میبرم. برای چی؟ دیلشون پاک و دیلشون مثل افتاب نورما، ترس خدا داشتن، غفلت نداشتن. برای این پیغمبر گفت بسیار نخندین که خنده بسیار دیل میمیرونه. 5 چیزا پیامبر صلی الله علیه و سلم و حضرت ابو هریره بیان کرد. خداوند که عمل کردن برای گفتار نصیب میکنه. هر چیزی که اهل علم میگن البته که گفتن بسیار باشه و عمل نباشه، این برعکس یه گناهی را که انسان دانسته میکنه اگر 70 برابر با زیادتر هیچ گناهش جواب تیش در نزد خدا با وزمین تره. وقتی دانسته گناه بکنه نادانسته باشه که یک نوعی. پس اگه چی هست؟ خداوند عمل کردن نصیب و روزی ما بگردونه، محفل خیر مبارک بگردونه، برادر شهر راه تازه عروس عمری دراز و بخت سعادت، فرزندای صالح و فرزندای حافظ قرآن و عالمای دین مبین اسلام خادمای شیعه نصیبشون کنه. همه ما و شما اهل جماعه ما و شما رو توفیق، هدایت، تنصیحتی، محبت ایمان و اسلام کنه. خداوند در دلهای ما جای بده. بارک الله خیلی خدای مهربان خیر گفته. بسیار در حدیثی که در زندگی ما و شما البته ضروره برامون گوشرس کردن. واقعا هر کسی اگر به این حدیث عمل کنه انشاءالله زندگی خوش هم در دنیا هم در آخرت خدا براش نصیب روزی میگردونه. در حضور ما و شما در مجلس ما حضرت حاجی بزرگوارم حضور دارن. انشاءالله نوبت صحبت به حضرت میتیم. چند لحظه برای ما و شما صحبت و در حق خاندان و خرسندیدارا دعا بکنن. انشاءالله بعد برای نماز پیشین حرکت میکنیم.